سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. به چنل زیرو تکنو خیلی خوش اومدین. امروز قراره که بریم توی برنامه پامپ ثبت نام کنیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم که ما رو لایک کنین، فالو همون سابسکرایب کنین و اون زنگوله هم بزنین که ویدیوی جذاب تری واسه شما آپلود کنیم. خب بریم سراغ ویدیو. من لینک این سایت پامپ رو واسهتون گذاشتم. ورود میکنین، ثبت نام میکنین و از اونجا برنامه‌ش رو هم میتونید دانلود کنین و اونجا هم دوباره ثبت نام کنین و ورود کنین به همون اکانتتون. این لینکی که من گذاشتم لینک رفرال خودمه، یعنی اگه ورود کنین واسه من یه مقدار بلیت میده. اگه خواستین با لینک رفرال من برین، اگرم نخواستین میتونین تو گوگل پامپ رو سرچ کنین، مستقیم برین تو همین سایت. خب وقتی وارد سایت شدین، اینجا شماره موبایلتون رو باید اول وارد کنین. بعد وارد کردن شماره روی تایید کلیک کنین تا واسهتون یه کدی ارسال بشه. خب یه کد 5 رقمی واسهتون میاد که باید اینجا واردش کنین. خب بعد وارد کردن کد وارد سایت میشه و میتونین ازش استفاده کنین. یه ویدیویی همین الان بهتون پیشنهاد میشه و لینک همون ویدیو رو هم زیر همین ویدیو میذارم. باز اون ویدیو رو حتما تماشا کنین چون توش توضیح دادم که چطور از این برنامه و حالا از همین سایت استفاده کنین. به خدا میسپارمتون. فعلا خدا نگهدار.